امین به نظرتون برای چی؟ بنده ممکن نیست. من خیلی سوال جواب نمی‌کنم. بده این بوره نگیر. چی با؟ برای کی نقص نمیبینم. Я хоть и промышленник. این راهگذرها همصحبتان آزادی هستند که از پاسخ به سوالهای خبرنگار خودداری میکنند. در این اواخر حتی ساکنان با هر بهانه از صحبت به مطبوعات و خبرنگاران دست میکشند. به قول برخی آنها از بلا حذر یا بیا سرمان به بلا گردیم. فکر ما یگان پرابلم نشود گفته. یعنی چی پرابلم؟ هر خیلی سوال میتونن که یکی به خودشون یگان ضرر نکنن گفته برای همون میگریزن از سوال. میگریزن از سوال. ساکنان صحبت کردن که رزولتات نمیتید برای ما صحبت کردن نمیخوام. منصبدارا چی؟ منصبدارا با اینها کار کردن با هوسمند نیست. شکایت خبرنگاران در رابطه با گرفتن اطلاع از مقامات دولت نیز زیاد به مشاهده میرسد. به قول آنها منصبداران حتی سطح میانه و پایین در پیشنهاد اطلاع مخصوصا بر رسانه‌های مستقل و خارجی با سبب و بهانه‌های مختلف خودداری میکنند. حاضر ببینید برای یک فکت گرفتن اگر با وزارت یا کمیته اگر مراجعت کنه با یک مشکلی دچار میشه یا که با اصلاح با فوتبال بین مثلا همون کمیته و وزارت گرفتار میشه. برای مثال مثلا هفته گذشته من با کمیته دین مراجعت کردم. شما باور میکنید من با 6 شعبه زنگ زدم. آخران اونها پرتافتند به رئیس گفت که بعد عبید ساعت 3 شد. نتیجه شد گفتن که مکتوبی رسمی برید. تمام. طول سالهای اخیر دریافت معلومات و اطلاعات مخصوصا از مقامات دولت در حال بد شدن است. به قول آنها شاید در مقامات افرادی نشستند که با سبب بی‌اعتمادی به پاسخهایشان صحبت نمی‌کنند. آنهایی که تصورات زیاد درباره وظیفه اشغال کردهشان ندارند روز به روز زیاد میشوند و چون لایق نیستند به کرسی خود و به هر حرفی که در این وظیفه اشغال کردهشان گفتن میتوانند گفتن نمیتوانند. برای آن همین هم این گونه ها از گفتن حرفی برای روزنامه‌نگاران که از اونها مثل بلا میترسند البته حذر میکنند. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان مقامات دولت و حکومت تاجیکستان موظف شده بودند که در طول هر 3 ماه با حضور خبرنگاران نشست‌های مطبوعاتی برگزار کرده از فعالیت خود گزارش دهند. بعداً تأسیس این نشست‌ها در 6 ماه یک دفعه مقرر شد. در بیشتر موارد خبرنگاران شکایت میکنند که در طول این 6 ماه اگر به برخی از وزارت و اداره ها مراجعت کنید آنها پاسخ میدهند که نشست نیم ساله خبری را انتظار شوند.